روز قیامت راست ایستادن چقدر دوام میکند؟ 50,000 سال. یک فکر کرده ببینید، در حالتی که آنجا پروردگارتان را انتظار هستید، راست ایستاده اید، بستون نشستگی نیستید و در گرمی راست ایستاده اید و عرق کرده ایستاده اید، نوبتتان را انتظار هستید، یک روز نه، یک هفته نه، یک ماه نه، حتی 100 سال هم نه، 50,000 سال انتظار حساب کتاب هستید. و بعضی آدم ها در آنجا انتظار حساب کتاب که هست آخرش چگونه شدن را میدانند، تستر سر شود میگویند حاضر صادر شود. این حقیقت است. الله حق است، جهنم حق است، جنت حق است، عذاب قبر حق است. اینها شوخی نیست. ما بازی نکرده ایستاده ایم. این حقیقت است. اما ما به نهایت بند هستیم. چرا نمازت را نخواندی؟ من به نهایت بند هستم. با چی بند هستی؟ تلویزیون تماشا دارم، مانده شدم، حاضر خواندن نمیتوانم. چی کار کرده ایستاده ای؟ من در اینترنت هستم، من در سمارتفون هستم. همه اینها حاضر نماز خواندن نمیتوانم. چی؟ روزه داشتن نمیتوانم. چرا روزه داشتن نمیتوانم؟